تصمیم خود استوارید؟ خیلی حالا دست رو بندازید. کسی هست که مخالف باشه دست بلند کنه؟ یعنی همه شما موافقه؟ همشون موافقن، یعنی یک مخالف هم نیست. این تازه مخالفای دولت ایران است که بعضیشون اکثرشون دانشجویان بودن. دیکتاتور، ولی دیکتاتور قبول کردن دیکتاتوری رو. مگه میشه هم چیزی؟ حالا نگاه کنید به الان خامنه ای اومد دیگه. ولی من اول زمان شاه رو بگیم باز خامنه ای رو بگیم. میخوام بگم ایرانی‌ها از هر صنفش این صفت بدو دارن. زمان شاه آقا 2 تا حزب بود. حزب ایران نوین و حزب مردم. هر دو نوکر شاه بودن. یه روز شاه از خواب بیدار شد گفت آقا این 2 تا حزب یکی میکنم به نام رستاخیز. یکی هم مخالفت نکرد. هر دو حزب گفتن بله ما نوکر شاهیم، ما مخلص شاهیم، بهترین کاری کرده. بابا تک حزبی کرده، بهترین کاری کرده. یک نماینده مجلس هم مخالفت نکرد. چرا؟ به همین دلیلی که اینا الان مخالفت نکردن. دیکتاتوری خالص. شاه به اینم راضی نشد. گفت اگر کسی این رستاخیز قبول نداره از ملت میتونه بیاد پاسپورت بگیره بره. یک نفر بلند شد گفت من میرم. به اون پاسپورت دادن رفت. ولی باز پشت تبلیغات کردن از فامیلش که این دیوونه بوده. یعنی یه دونه مخالف هم نمیخواد شاه. این بلا سرش اومده. حالا اومدیم به آقای خامنه‌ای. شما رو خود این 2 روز قبل که این بلند شد، یعنی یک بچه کوچیک هم این حرفا رو نزنه که ملت نمیدونم با ماست، تظاهر کنندگان به ظلم کردن به پلیس، نمیدونم اینا رو اسرائیل فرستاده. همه شهر اسرائیل دیگه وجبی این همه مردم فرستاده، آمریکا فرستاده. 20 روز دارن جنگ میکنن، اینترنت هم من بستم ولی اونا فرستادن. تو چرا بستی؟ دفعات بیار تو خیابون بزنشون دیگه. ملت همه با اون هست، ملته. ولی حیا نکرد، از ریش سفید خودش خجالت نکشید. اون که به کنار این مردمی که در پای منبرش نشسته بودن یکی هم جرأت کرد بلند شه بگه آقا این داری چی میگی بابا؟ اگه همه اینها نوکر اسرائیل پس دیگه فاتح مملکت خونده است. کسی مگه جرأت داره؟ همه گفتن به به چه آفرین رهبر داهیانه، رهبر نمیدونم چی. خجالت نمیکشن هیچ کدومشون. دارم ایرانی‌ها رو عرض میکنم، هیچ کدومشون نه از شاه خجالت کشید، نه آقای خامنه‌ای خجالت کشید، نه آقای رجوی خجالت میکشه، نه گروه‌های دیگه کمونیستی باشه یا سلطنت طلب باشه یا هر خری باشه خجالت نمیکشن. دروغ میگن، تحمل ندارن، هیچ وقت آزادی نمیاد. شما میگی مخالف خودت تحمل نکنی، فوراً یک انگ بزنی که آقای نمیدونم نوکر عربستان، نوکر نمیدونم آمریکاست. بس که الان این گفت. حالا نگاه کنید چیزا یعنی بعضی چیزا واقعا بی‌حیایی است. نمایندگان مجلس ایران بلند شدن تظاهرات محکوم کردن، ولی کجا جرئت نمی‌کنن بیان تو خیابون، چون خیابون میان مردم اینا رو میزنن. آقا نماینده مجلس در زمان خامنه‌ای دارم عرض میکنم، یعنی که اکثریت آورده دیگه، یعنی اکثریت شهر تهران با تو باید باشه چون تو رفتی مجلس، ولی با هم نشستن تظاهرات میکنن. جرئت نمیکنه با رفیقاش بیاد بیرون تظاهرات کنه چون میدونه که رأی نیاورده، میدونه که انتخاب نشده، انتصاب شده. نگاه کنید واقعا این شرم‌آورترین صحنه است که من در عمرم دیدم که نمایندگان مجلس با مردمی که تظاهرات میکنن مخالفن اما جرئت نمیکنن بیان تو خیابون. تو مجلس راهپیمایی میکنن. گریه کنم یا بخندم؟ ببینید آماده ایم آماده ای رهبر آزاد، آماده ایم آماده ای رهبر آزاده، آماده ایم آماده.
واقعا این ننگ بزرگی است برای نمایندگان مردم در مجلس که تظاهرات میکنن داخلش. یک مرد بیا بیرون تظاهرات کنید، این باید بمونه. ولی فایده نداره، چون که ایرانی‌ها درس نمیگیرن. خود همین آقای خامنه‌ای گفتم یک گدایی بود، یک روزخون بود دیگه. الان ببین چی شده. همین اگه حرفای اول انقلابش ببینی، اینا که یکم صادق‌تر بودن از خمینی کلک میزد. اینا چیزی صادق بودن، حق بگیم. میگه مثل که داره علیه خودش حرف میزنه، میگه مردم اگه تظاهرات کنن اینجوری میشه، که حرفاشو میشنوی مثل که داره علیه خودش حرف میزنه، ولی خودش یک طاغوت شده، جای شاه نشسته. درسته یا نه؟ این مشکل در ایران است. الان هم همون جوره. شما نگاه کنید در زاهدان در یک روز، در یک ساعت 150 160 نفر رو کشتن. این آمارایی که به شما میگه 80 نفر 90 درست نیست. من اطلاعات دست اول دارم که از این خیلی بیشتره. باز رئیس سپاه میگه من انتقام میگیرم. انتقام کیو میگیری؟ مردم تو کشتی، بچه کوچیک کشتی، مردم داشتن نماز میخوندن، تو مسجد تیراندازی کردی. اون به کنار، اون ظالمه. مخالفین چقدر پوشش دادن؟ به من بگو چقدر پوشش دادن؟ ندادن. غیر از همین شبکه‌های اهل سنت. پوشش چرا نمیده؟ برای اینکه الله اکبر گفته، برای اینکه تو مسجد مرده، شهید شده انشالله. اونا نمیخوان دیگه، اونا میخوان حجاب بسوزه، فقط میگن یعنی ایران یک دست باشه، ضد اسلام باشه. بابا اینم ایرانیه، ظلم بهش شده. آقا یک نفر در مثلا فلان و بهمان میگن، ولی در اینجا نمیگن، در حالی که در یک ساعت این همه آدم کشته شده. خدا میدونه تا امروز هم چقدر کشتن. متوجه هستید؟ پس بعضی‌وقت میخوام ناراحت نشید، ما همون خریم پالانمون عوض میشه. ناراحت نشید دیگه، منم جزو شما حساب کردم. همون خر پالون عوض کنین، فایده نداره. به نام آزادی دیکتاتوری براتون میاد، باید که تحمل کنید. شما که هنوز نمیفهمید سنی و شیعه فرق داره، این که الله اکبر میگه با الله اکبر او فرق داره. شما که هنوز نمیفهمید این مسجد نداره تو شرایط ایران. شما که هنوز نمیفهمید این که همین دست بلند نکرده زدن همشون رو کشتن. میگی شیعه و سنی یکیه، هر دوشون مسلمانن. شما دیگه همون پالانتون عوض میشه دیگه، هیچ فرق نمیکنه. تو که اینقدر فرقو نمیفهمی، باور کن که حتی اون لفظ خرم برای تو زیادیه. عجیبه. بابا عبادتگاه نداره. هندو تو تهران عبادتگاه داره، بهایی داره، بهایی که قصری ظلمه داره، سیک داره. باور میکنی تو بهارستان سیک هم چی داره؟ مسیحی و نمیدونم ارمنی و یهودی هم دارن، زرتشتی هم داره. سنی عبادتگاه نداره. سنی که 2 میلیون تو تهران. باز شما میگی سنی و شیعه یکیه. به هر حال یک نکته دیگه این است که بی‌حیایی زیاده. بی‌حیایی نه معنی بی‌حجابی. بی‌حیایی یعنی مثلا بی‌حیاتری، یعنی من میگم اگه زن لخت بیاد بیرون، لخت بیاد بیرون، بی‌حیاییش کمتر از حرفی که آقای رئیسی زد یا آقای خامنه‌ای زد. خامنه‌ای که گفتم چی گفت؟ رئیسی میگه که مردم خودجوش حجاب میپوشن. آخه تو آمریکا زن جلوش نشسته، مجری آمریکایی، به زور این حجاب پوشیده، میگه نه ما مردم مجبور نمی‌کنیم، اونا خودجوش میپوشن. واقعا پیامبر ما حرفاش گوهر طلاست. گفته که اگه حیا نداری هر کاری دلت میخواد بکن. اگر حیا ندارن، مشکل این است که ماده حیا گم شده. فقط در بین آخوندان نیست. خب در پیش شاه هم نبود، در پیش همین رجوی هم نیست، دار دسته رجوی، در پیش کمونیستام نیست، در پیش هر کس که با اسلام مخالف نیست. خب اما ما از خودمون تعریف میکنیم. ما میگیم که شما تو این شبکه شاهد بودید که مثلا من فرض کنید که از طالبان تعریف کردم به خاطر اینکه آمریکایی رو بیرون کردن، صلیبی‌ها رو بیرون کردن. تو همین شبکه من دیدم که آقای نخل احمدی بر ضد اونها حرف زد. نه اون از من ناراحت شد، نه من از اون ناراحت شدم. آزادی بیان سیاسیه، دینی که نیست که بگم. در دینم گنجایش داره ها. یکی مثلا میگه صورت بپوشون، یکی میگه نپوشون. در دینم گنجایش داره، ولی یه چارچوبی باز دین داره. آقای موحد در سالی که همه ما به انتخابات رأی میگفتیم رأی ندید، آقای موحد استوان است تو شبکه نور دیگه، ایشون گفت که آقا رأی بدید، در انتخابات شرکت کنید. تو عالم هست کسی بهش ایراد نگرفته. این در ما، این الحمدلله برای خودمون تبلیغ کنیم. فهمیدیم که تا همدیگر تحمل نکنیم نمیشه. اخوانی هم داریم، سلفی هم داریم، همه چی تو ما هست. بله، حالا ببینید که ما حالا به همین اساس حرفای مخالفین رو پخش میکنیم در وقت باقی مانده. پاسخ به نامه‌های بینندگان است.
بیشتر مخالفینم میگه. آقای نجفی میگه که حرفای شما شاید در مورد پورن درست باشه. من خودم نگاه میکنم، مربوط به برنامه قبلی که گفتم فیلمای سکسی کسایی که میبینن، میگه حرفا درسته، مشکلم دارم، یه جورایی احتیاط پیدا کردم. اما میدونی چی آقای سجودی؟ روحانیت با برهنگی مشکل داره، اما از کنار فقر و فلاکت به راحتی میگذره. یه سوال داشتم از شما، چرا همه برنامه‌تون روی برنامه کودکان فقیر آفریقا که همشون هم مسلمان هستن و دارن از گوشنگی میمیرن اختصاص نمیدید؟ فقط دنبال این هستید که ملت فیلم پورن نگاه نکنن؟ یعنی موضوع فیلم پورن، یعنی فیلم سکسی، بدتر از مردن کودکان 5 یا 6 ساله است. بیننده عزیز، الحمدلله که قبول کردید که حرفای ما در مورد فیلم‌های خراب درسته و گفتم یک اعتیادش باعث میشه که آدم پرخاشگر بشه. شما والا به ما پرخاش کردید، ما پخش کردیم، ولی ما که نمیتونیم همه امور دنیا رو بیایم صحبت کنیم. چرا در مورد فقر صحبت نکنیم؟ ما مثلا چی مانع ما میشه؟ حالا میگن که آقا شما نوکر عربستان هستی، علی عربستان حرف نمیزنید. چه مانع ما میشه که علی فقر صحبت نکنیم؟ طبعا باید علی فقر هم صحبت کنیم، ولی همه حرفا که برنامه ما که در مورد آفریقا که نیست، مگر اینکه موضوعی پیدا بشه. لذا شما به ما فقط خواستی ایراد بگیری. باز دوباره انتقاد دیگه از ما کردن، ما بر اساس آزادی بیان پخش میکنیم. البته مشخصه که دکانداران دین راه درآمدشون همینه. کسانی که مثل شما از عربستان سعودی پول میگیرن تا نگذارن که مشتریان خانه کعبه یا همون به قول خودتون خانه خدا کم بشه، فکر کردید مردم خر هستن نمیفهمن. خب تهمت زدی که ما از عربستان پول میگیریم. والله بالله ما که نه فقط که از عربستان پول نمیگیریم، بلکه اگر که ثروتمندایی بخوان توی کشورهای اسلامی به ما کمک کنن، دولت‌ها نمیذارن. چرا؟ میگه آقا شما باید پول از طریق مؤسسات خیریه بدید، اگر از مستقیم دادید ما شما رو به عنوان که شاید به تروریست برسه، ما شما رو اجازه نمیدیم، پولاتون همه رو ضبط میکنیم. و سرمایه‌دار ترسوه. گنه ایرانیایی هستن در همین کشورهای عربی که یکیش میتونه 10 تا تلویزیون رو اداره کنه، ولی که نمیدن، چون که باید از طریق دولت بدن، از مؤسسات خیریه دولتی، و اونا هم اجازه نمیدن، یعنی اونا اجازه ندارن. لذا درست برعکس گفتی، ولی من حرف شما رو پخش کردم. و اما خانه کعبه، طبعا خانه کعبه درآمدزاست، اما دولت سعودی والا اگه به این پولا احتیاج داشته باشه، برو ببین داره چی میسازه، چه اسرافی میکنه در شهر نیوم. فعلا که اینقدر پول داره که کعبه برای چیزی معلوم نمیشه. و دیدی که یک سالم بس بی دلیل، به دلیلش قانع کننده نبودن نظر ما، اما بس. در ضمن قرآن خودتون منبع داستان‌های سکسی و حوری و غلمان و دختران نمیدونم چی و که قرار است در اون دنیا بدن، اینا باعث ترشح دوپامین نمیشه؟ یا نکنه میخوای بگی اون دنیا مغز ما دوپامین ترشح نمیکنه؟ قرآن خودتون اینه، بعد دیگه از دیگران ایراد میگیرید، شرم کنید. میگه در قرآن شما داستان‌های سکسی است. دروغ با این بزرگی میشه؟ شنیدن کی اومد مانند دیدن؟ من چی به شما گفتم؟ شما گفتید فیلم‌های سکسی در جای آخر میبینی. گفت برات حوری است. نگفتم نمیدونم، من معنی والا همین نارپستانم نمیفهمم که منظور اگه جوان، خب اونم گفته همسن و همسن هستن و شوهر دوست هستن، حتی اینم نگفته. دروغ پشت سر دروغ. قلمان هم هرگز نگفته که غلط هم نوشتی. قلمان نگفته که در بهشت برای شما قلمان هست، یعنی با پسر بچه هست. کجای قرآن است؟ بیار به من نشون بده. هرگز نگفته. گفته خدمتکاران لوکسی هستن. مثل که شما میری هتل 5 ستاره، معلوم است که در اونجا دیگه کسی رو برات نمیاد که چای برات بیاره که نمیدونم چونش کجه. یا آدم لوکس رو میارن، لباس لوکس پوشیده، لباس تمیز پوشیده، سر صورت تمیز داره، میاد برات چای میاره، چون که هتل 5 ستاره است. ولی معنیش نیست که باش لواط میکنی. دروغ پشت دروغ پشت دروغ پشت دروغ. این مشکل شماست، ولی من پخش کردم. آقای اندیشه آزاد میگه که درود آقای سجودی، والله هم غلط نوشته. نوش جونتون مسلمانان عزیز، زندگی را در خیلی ساده و بدون دردسر گرفتید. در دنیایی که بشریت مدرن فضای پیمای جیمز وب را فرستاده تا از اعماق کائنات خبر بیاره و از نقطه شروع کائنات شروع کنه، در دنیایی که بشریت مدرن در حال کوشش و مبارزه است که سوختهای تجدید پذیر و پاک رو پیدا کنه، از تغییرات اقلیمی جلوگیری کنه، زندگی انسان‌ها رو نجات بده، در جهان که بشر به دنبال اکتشافات جدید است، چگونه می‌شود داروهای جدید رو در مقابل نمیدونم میکروب‌ها و نمیدونم آنتی بیوتیک‌ها مقاوم میشوند رو بشر رو از نابودی نجات بده. مسلمانان عزیز هنوز اندیشه و فکرشان در محور موی زن و بدن زن و فیلم پورن، یعنی فیلم سکسی میچرخد. خب این به ما ایراد گرفته که شما عرضم بزرگ شما که دارید حرف مفت میزنید، اینا مهم نیست. آقا شما ببخشید بینندگان عزیز، شما منو ببخشید، شما دستشویی میری خودتون نمیشوری؟
بعد میگه چون جیمز وب داره در کهکشانا میره من خود نشورم. چی جای خودش داره دیگه. فیلم سکسی خب زندگی رو خراب میکنه. خودتون قبول دارید که بعد از این بعد شما کرونا رو کی آورد؟ همین غذای بعد شما آورد. اول کرونا رو درست میکنید باز میرید دواشو پیدا میکنید. باز حالا بذار بقیه حرفاش بخونیم تا یه چیز بگم. میگه جناب سجودی یک معلومات اضافی براتون بگم. چی میگه آقا؟ با آن اینکه طبق آمارهای بسیار دقیق مشتریان فیلم‌های پورن در اینترنت گوگل گفته کشور اسلامی هستند. فکر میکنم چند سال پیش پاکستان اولین کشور بود که شهروندانش بیشترین فیلم پورن رو در اینترنت دیدن و روسیه کافر آخرین کشور بود. بله ممنونم. خندیدنم. من نمیگم این حرف شما درست نیست. در کشور اسلامی مسلمانان میتونن کار غلطی بکنن اما ربطی به اسلام نداره. اسلام که بهشون نگفته. نگفته. و اسلام بنا توصیه کرده زودتر عروسی کنن. منتها اینم بگو که این فیلم‌ها رو کی درست میکنه؟ درسته حالا با مردم مثلا مسلمان میبینن. درست کی میکنه؟ بیشترین فیلم کی درست میکنه؟ آمریکا درست میکنه یا نه؟ فنلاند درست میکنه یا نه؟ دانمارک درست میکنه یا نه؟ اون روز خونده بودم که در دانمارک یه آقایی که شغلش شرکت داره، خجالت که نیست، فیلم سکسی تولید میکرده. رئیس شرکت فیلم‌های سکسی رو آخر بار یه دفعه نگاه میکنه به خاطر شغلش که ببینه مثلا برای بازار مناسبه یا نه، باز امضا میکنه که این پخش بشه. فکر کن مثل که شما سیب زمینی میفروشی، اونم آدم میفروشه. یه فیلم آوردن، 10 تا فیلم آوردن که آقا اینا تازه تولید شده، رئیس شرکت نشسته با دبدبه و کبکبه فیلم‌ها رو یکی نگاه میکنه، یکی دو میگه اوکی است، دومی نگاه میکنه اوکی است، سومی نگاه میکنه اوکی است، چهارمی رو که نگاه میکنه میگه این که آقا دختر منه. یعنی دخترش اومده پول گرفته در فیلم نقش زن بازی کرده. گفته آ این که دختر من قلبش گرفته. ببین انسان خبیث هم فطرت داره. قلبش گرفته تا ببنش دکتر مرده. اینه. شما خلاف فطرت کار میکنی میگه نمیدونم موی زن و فلان و بهمان. خب برو نگاه کن، ما که گفتیم ضررها رو داره، خب اگه فکر میکنی نداره. بله درسته. پس کی اینا رو درست میکنه؟ اونا درست میکنن. ببینم که دیگه یک مخالف دیگه هم صحبتشو پخش کنیم و آخرین بله این خیلی طولانی است ولی بازم میگیم، از خیلی خلاصه میگیم. آزاد نوشته که شما گفته بودید از قرآن هیچ سخن غیر علمی نیست. بفرما. آفرینش آدم و خلق حوا از دنده چپ او غیر علمی است. متولد شدن انسان ها از فرزندان آدم غیر علمی است. زمین و آسمان غیر علمی است. خلقت عجیب غریب غیر علمی است. پهن کردن زمین غیر علمی است. بنا کردن ستون آسمان غیر علمی. 7 آسمان غیر علمی. عرش الهی بالای اونها غیر علمی. کوه میخست غیر علمی. اینا میگه اصلا غیر علمی نیست. آفرینش ستاره ها برای زر و زیور و زیبایی غیر علمی. استفاده از شهاب سنگا برای راندن شیطان غیر علمی. کوه یخ بالای آسمان، پرتاب تگرگ غیر علمی. اصلا اسم جنین شناسی که کولاک کرده خیلی میگه اشتباه داره. جالونیس 600 سال قبل از قرآن بهتر از توصیفات ابتدایی و ساده انگارانه مسلمانان در قرآن اراده داده است. حرکت شب و روز غیر علمی. فرو رفتن خورشید در چاله گلالود هم احتمالاً اشاره به سیاه‌چاله‌ها دارد. بالاخره در قرآن نیست جز علم و اطلاعات دقیق از هستی. ما گفته بودیم که قرآن حرف خیلی دینی چی نداره. این برای من یه لیست درست کرده، همش هم دروغ. خیلی از این حرفایی که میزنه علمی به اصطلاح برعکسش درسته، یعنی معجزات علمی قرآن است. مثلا همین آخری رو ببینید که وقت نداریم. میگه فرو رفتن خورشید در چاله گلالود هم که احتمالاً اشاره به سیاه‌چاله‌ها دارد، یعنی من مسخره میکنه. این اشاره میکنه به سوره کهف که وقتی ذوالقرنین رفت به مشرق زمین یا مغرب زمین رفت، دید وجدها، خورشید رو دید که در یک چشمه گلالود میره. خدا نمیگه که خورشید در چشمه گلالود میگیره، میگه وجدها. اینطوری برای حس کرد. مثل که ما میگیم آقا سانست سانرایز، ما میگیم خورشید در دریا فرو رفت. در دریا که فرو نمیره خورشید. خب ما چشم ما اینجوری میبینه. هنوز بهترین زبان دنیا که انگلیسی سانرایز سانست نداره، یعنی فرو رفتن در خورشید و بالا آمدنش. در هم چیزی نیست. خورشید نه بالا میره نه پایین، این زمینی که میگرده. این اصطلاحاته. ذوالقرنین دید. خدا نگفت که خورشید در چشمه میره، گفت ذوالقرنین دید که رفت. دروغ هم نیست، ذوالقرنین دیده.
اون اینجوری به چشمش اینجوری دیده این خطای چشم او بوده. درسته؟ و در جاهای دیگه داریم که خورشید حرکت میکنه، آیات دیگه داریم گفتیم، ولی ما حرف شما رو بر اساس اینکه این اخلاق گند ایرانی‌ها، این صفت بد ایرانی‌ها رو نداشته باشیم پخش کردیم تا دل شما خنک بشه. امیدوارم شما هم از ما یاد بگیرید. الله حافظ و نگهدار همه شما. There is no God. The big question is أشهد أن محمدا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه شما عزیزان. برنامه فقه و زندگی هستیم. در این برنامه سوالهای شما محور برنامه ما هست. این رو برای بیننده‌های جدیدی میگم که تازه به ما ملحق شدن و تازه بیننده‌هایی هستن که با این برنامه به تازگی آشنا شدن، وگرنه بیننده‌های همیشگی ما میدونن این برنامه رو میشناسن. راه ارتباطی رو از طریق واتساپ پیام‌های صوتی و نوشتاریتون رو ارسال کنید، ولی با واتساپ تماس نگیرید و با شماره دیگری که با 2044 زیرنویس شده میتونید مستقیما تماس برقرار کنید با استودیو و بنده جوابگوی شما عزیزان خواهم بود. و اما میرم سراغ سوالهای شما عزیزان که پیشتر مطرح شده، ولی قبل از اون یک اشاراتی داشته باشیم به موضوعی که جزو موضوعهای محوری هست در دین اسلام، در قرآن کریم به اون پرداخته شده است و این که اجتناب طاغوت کردن، بر علیه طاغوت ایستادن و اون رو طرد کردن. طاغوت کیه؟ خیلی از شماها از اوایل انقلاب تا به امروز به خاطر شعارهایی که در اوایل انقلاب میدادن نظام قبلی رو طاغوت میگفتند، ولی واقعیت امر اینه که تمام صفات طاغوت در این نظامی که الان وجود دارد مطابقت می کند. کلمه طاغوت یعنی اونی که از حد تجاوز کرده، از اونی که حدود تجاوز کرده، از عدل به ستم، از خیر به شر، یعنی کسی که خیر رو کنار بذاره و شرش به همه میرسد، کسی که سراغ خیر نمیره همیشه سراغ شر میره. ببینید در این نظام همه چیز به سمت شره. خیر اینه که مردم در رفاهیت باشن، اما اینا به سمت دزدی و اختلاس و اختناق بر مردم و فقر و فلاکت میرن. خیر اینه که مردم امنیت و آرامش داشته باشن. در این نظام
هیچ کسی امنیت نداره، نه جانشون، نه مالشون، نه آبروشون، نه هیچ چیز دیگری در امنیت نیست. عدالتی وجود نداره. بچه ای از خونه میره بیرون تا اینکه برگرده پدر و مادرش نگرانش هستند. کسی رو فقط به خاطر یک حرف زدن یا به خاطر اینکه داره فیلم میگیره از یک پلیس یا یک مأموری که داره دیگر جوانان رو میزنه، همون رو با گلوله شلیک میکنن، میزنن، فقط به خاطر اینکه عکس گرفته و داره فیلم میگیره. همه شما این صحنه ها رو دیدید. مواقع تواصل اجتماعی دید دختر جوانی داشت عکس میگرفت و گفت این جوان رو دارن میبرن، همون مأموره که تفنگ به دست میزنه و احتمال زیاد اون دختر جوان هم کشته شده باشه به خاطر شلیکی که ایشون کرد و اون تیری که ایشون زد. وارونه کردن حقیقت یکی از ویژگی های مهم طاغوت، حق رو به جای باطل جلوه دادن، باطل رو به جای حق جلوه دادنه که اینها دارن میکنن. حقایق رو به مردم به غیر از واقعیتش معرفی میکنن. پزشک قانونی مینویسه، امضا میکنه، دادگاه داره میگه، وزرا دارن میگن، همشون مأمور یا مسئول نیروی انتظامی میاد در تلویزیون و دروغ تحویل مردم میده. اینها نظام طاغوتیه. این صفات نظام طاغوته که حق رو انکار میکنند و باطل رو جلوه میدن و نشون میدن به مردم اعتراضاتشون به خاطر کل تمام این نظام که حاکمیت داره، ولی اونا میگن مردم به خاطر گرانی اعتراض کردن. بله، گرانی هم بخشی از اون اوصافی است که برای این نظام شما تطبیق میکنه و به جای توحید رو به مردم بگن، شرک رو به مردم میگن. شخصیت پرستی رو، قبر پرستی رو 44 سال فقط امامزاده تولید میکنن. فقط از اموال مردم مظلوم ایران میبرن و قبرهایی رو که اصلا وجود نداشته رو آباد میکنن. تنها طلا رو میبرن و بارگاه ها رو میسازن برای انجام اعمالی که اونها رو تقرب میدونن، در حالی که همه اونها اعمال شرکی هست. و خونریزی که دیگه از اوصافشون هست. دیروز نگران خیلی از مسائل بودند مردم، امروز نگران خیلی از چیزهای دیگه هستند. روز به روز مشکلات افزونتر می شود و هر روزی یک نگرانی بر نگرانی های مردم افزوده می شود. و دیروز حرف و حدیث از مهسای امینی بود که مظلومان کشته شد به خاطر چیزی که اصلا ایشون مرتکب جریمه ای نشده بودند. و امروز خبر دیگر این هست که دختر جوان دیگری یا نوجوان بگم از یه خانواده این رو میبرن میکشن و حالا در بعضی از اخبارها هم میگه که بهش هم تجاوز کردن و بدنش رو تکی تکی کردن و تحویل خانوادهش دادن. به خانوادهش هم میگن که چیزی نگید. و ده ها و صدها نوجوان و جوان دیگری که مورد تعرض، مورد قتل، مورد شکنجه، مورد اذیت و آزار قرار میدن فقط به خاطر اینکه دارن اعتراض میکنن. این دخترانی که شما دارید اونا رو مورد ضرب و شتم قرار میدید مگر غیر از اینه که یک شعار دادن؟ کجای کدوم قانونی که میگه شعار دادن ضرب و شتمه؟ باید اون رو بزنید به خاطر اینکه دارن شعار میدن یا حرف میزنن. نظام طاغوتی همین هست. خداوند در قرآن کریم هر جا که بحث از طاغوت میکنه همه اوصافش در این نظام وجود داره. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
خدا رو بپرستید و از طاغوت دوری کنید. گفتند مفسرین که مقصود این آیه با توجه به این که بحث عبادت خداست می‌فرماد از شرک دوری کنید. ولی این نظام تمام زمینه ها رو فراهم کرده برای اینکه شرک پنهان و شرک آشکار در کل رفتار جامعه وجود داشته باشه. این همه هزینه‌ای که صرف قبر پرستی میشه یکی از علائم اون هست، بگذرد از مسائل دیگری که هزینه میشه. و در آیات دیگری و احادیث دیگری هم که بحث طاغوت هست باز هم میبینیم که این آیات به روشنی بحث این رو میکنه. تجاوز کردن از حدود شرع که به فراوان وجود داره، مردم رو به ناحق شکنجه میکنن، زندانی میکنن، جوانان رو میکشن، جلو آزادی هاشون رو میگیرن، به اعتقاداتشون توهین میکنن. هر چی که وجود داره در این نظام طاغوت است. این رو گفتم بدانید گول شعارهایی رو که اینها میخورن میگن نخورید و وارونه نشون دادن حقایق هم یکی از ویژگی های همین نظام هست که دقیقاً کار طاغوت هست. خب میرم سراغ سوالهای شما عزیزان، به خاطر اینکه وقت زیادی رو به این موضوع اختصاص دادم و شما عزیزان هم منتظر هستید که سوالهای شما را هم جواب بدم، لذا میرم سراغ سوالهای شما عزیزان. و سوال اولی که اومده، بیننده عزیزی میگه سلام علیکم، این که میگن انسان از یک ثانیه بعدش خبر ندارن، پس هر لحظه فکر کنه الان بمیره، پس چطور با امید زندگی کنه؟ ببینید، مگر این که اولا آگاه بودن این نیست که انسان رو امیدوار میکنه. همیشه اینطوری نیست که بله انسان از چیزهایی که مجهوله باید بترسه، نمیدونه فرداش چی هست، ولی ما مکلف نیستیم به این که بدونیم عمرمون چنده، ولی باید امیدوار باشیم به این که خدا هر چقدر عمر بهمون داده به دنبال این باشیم که خیر نصیبمون بشه و از شر دوری کنیم، به دنبال این باشیم که شادی بیافرینیم در اون لحظات، به دنبال این باشیم که توفیقات بیشتری رو کسب کنیم. اصلا لازم نیست که من ناامید باشم، همه انسان ها میمیرن و اتفاقا فکر به مرگ انسان رو به هدفمند بودن نزدیک میکنه. انسان هدفمند زندگی کنه چون مرگی در راه است، چون حساب و کتابی در راه است. و هر میزان که انسان بدونه که مسئول هست در مقابل همه اعمال خودش، در مقابل همه نعمتهایی که داره، درست از اون نعمتها استفاده میکنه. و اما غلوف کردن در بحث مرگ هم جایز نیست. نباید اینقدر غلوف کنید که باعث بشه که ناامید بشید و نباید اینقدر غافل باشید که طغیان کنید. انسان بین دو تا هست از اینها، اگر اصلا مرگ رو نادیده بگیره و غافل بشه، در غفلت زندگی کنه، در نتیجه سراغ همه بدی ها خواهد رفت، چون غافل از آینده خودش هست. و همچنین در مقابل اگر هم غلوف کنه در مرگ و غلوف کنه در فکر کردن درباره مرگ، باعث میشه که دیگه ناامید بشه و دست به هیچی نزنه. در نتیجه انسان باید بین این دوتا باشه، بین خوف و رجا. این هست که زندگی رو پیش میبره. با این دو وسیله هست که انسان میتونه تقدم و پیشرفت داشته باشه. و یاد مرگ امر بسیار مهمیه که جلوی سرکشی انسان و نفس سرکش رو خواهد گرفت، ولی غلوف کردن در اون جایز نیست. نباید انسان بیشتر از اونی که در شرع اومده و دربارش گفته شده نباید بگه. خداوند فرمود ولا تنس نصیبک من الدنیا، همونطوری که فرموده آخرتی وجود داره، در این آخرت حساب و کتابی وجود داره، فرموده تو در این دنیا خلق شدی و خداوند تو رو در این دنیا قرار داده است که اون رو آباد کنی. پس ما این دنیا رو باید آباد کنیم. برخی از بزرگان گفتن الدنیا مزرعه الاخره، دنیا مزرعه آخرت است. حرف درستیه و این مزرعه رو باید آباد کرد. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود اگر در دست یکی از شما نهالی باشد، نهالی در دست، میخواید این نهال رو بکاری، فرض کن نهال هر درختی، میخواید این نهال رو بکاری، در همون لحظه قیامت شروع شد. میگه اگر
تو نهالی در دستت است و قیامت هم شروع شد. قیامت وقتی شروع بشه دیگه فرصتی برای این نیست که این نهالی که تو کاشتی سبز بشه، خلاصه ثمری بده. فرمود این نهال رو بکار. حتی اگر میبینی که قیامت داره به پا میشه، تو این نهال رو بکار. ببینید ما موظفیم برای این که داریم دنیا به بهترین شیوه زندگی کنیم، با کرامت زندگی کنیم، با عزت زندگی کنیم، زمینه رشد اقتصادی و دنیوی خودمون رو فراهم کنیم. همونطوری که باید به بخش معنوی وجودمون اهمیت بدیم و ارتباط ایمانی خودمون رو قوی کنیم، با خداوندمون در ارتباط باشیم، همینطوری خداوند ما را خواسته است که در این دنیا زندگی کنیم. زندگی کردن به تمام معنای اون، هم در جهت رفاهیتش، هم در جهت آرامشش، هم در بعد عبادی و معنویش، هم در بعد مادی اون. لذا در قرآن کریم دو تا انسان رو خداوند نام میبره دو دسته. میگی بعضی ها هستن که میگن ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرة من نصیب. میگه خدایا در دنیا فقط بهم بده. حالا اگه به زبان هم نگه، عملا خواستار فقط دنیاست، کاری به آخرت نداره. میگه این شخص در آخرت هیچ سهمی نداره، یعنی در بهشت نصیبی از بهشت نداره. اما یکی دیگه میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا. میگه عده دیگه میگن خدایا هم در دنیا حسنات رو، خوبی های دنیا رو، حسنه منظور اعمال صالح نیست، فقط حسنه منظور همه چیزهای خوب دنیاست. نعمت خوب، سلامتی، تندرستی، مال، همسر، فرزند، همه اینها جزو نعمت ها و حسنات دنیا هستند. همچنین در آخرت هم حسنات رو و بهشت رو نصیبمون کن و ما را از عذاب نجات بده، از عذاب آخرت حفظمون کن. خداوند میفرماد اولئک لهم نصیب مما کسبوا. کس اینها نصیبی دارند از اون چیزی که در دنیا کسب کردن از اعمال صالح، اجر و پاداششون در قیامت هست. لذا باید هر دو رو بهش توجه کرد، نه اینکه فقط به یک بعد نگاه کنیم. و ما اصلا باید در اصل به این شیوه فکر کنیم که حساب و کتاب هر کاری که انجام میدیم به حساب و کتاب انجام بدیم. ولی لازم نیست که زندگیمون تعطیل بشه. خب من میدونم فردا من میمیرم، پس فردا من میمیرم. هر وقتی که اومد دیگه قدر الهی است و تموم شده. ولی من تا زنده هستم به خوبی زندگی میکنم. تا زنده هستم باید به خوبی زندگی کنیم و وظیفه خودمون رو انجام بدیم. خب میریم سراغ بیننده. از سوال بیننده عزیز دیگری چند تا سوال از قبل اومده، اینا رو جواب بدم. بیننده عزیز سوال کردن، گفتن سلام، ببخشید آیا رفتن خانم ها سر قبر گناه است یا خیر؟ ببینید سر قبر به خودی خود، رفتن سر قبر، برید تو قبرستان و برای مرده ها دعا کنید یا برای مرده خودتون دعا کنید، هیچ اشکالی درش نیست. برای زن و مرد یکی است و جایز است. اما حدیثی که اومده است و در اون لعن شده زوارات القبور، زوار یعنی کسی که خیلی میره به قبرستون و اصلا این رو تبدیل کرده به شغل و شاغلش و میره اونجا شروع میکنه به نوحه‌خوانی، شروع میکنه به حرف زدن های غلط و باطل و یا اعمال باطلی رو انجام میده که شرع مخالف اون هست. وگرنه رفتن سر زیارت به خودی خود، یعنی زیارت قبرستان رفتن به خودی خود هیچ اشکالی نداره. برید و سر قبر برید، برای مرده‌های خودتون و بقیه اموات دعا کنید. در ذات خود این مشکلی درش نیست و رسول الله علیه السلام در حدیثی فرمودن انی قد نهیتکم عن زیارات القبور الا فزوروها. و در روایتی فرمود این شما را به یاد آخرت میندازه، این رفتن به قبرستون. گفت که من شما را نهی کردم از این که به قبرستون برید، از الان به بعد برید و سر قبر برید و قبرستان رو زیارت کنید. زیارت کردن یعنی دیدن، رفتن، معنی چیزی نداره. فکر نکنید یعنی کلمه زیارت و اینا معنی که زیارت یعنی ملاقات کردن، رفتن. و لذا
جایز است که چه زن چه مرد جایز است به قبرستون برند، ولی بدون از هر نوع اعمالی که خلاف شرع هست. نوع خوندن، شمع روشن کردن، اینا از عادات مسلمانان نیست که این کارو بکنن. من عرض کردم به بیننده عزیز با واتساپ تماس نگیرید لطفاً. اگر کسی از بیننده ها میخواد با واتساپ تماس بگیره ما ناچار میشیم که جوابش رو هم ندیم و تماسش رو هم بله. هر کسی سوال داره سوالش رو از طریق واتساپ یا از طریق یا مستقیما به برنامه بفرسته، تماس بگیره با 2044. میگن اگر در نماز به جای افتراش از ما تورک صورت گیرد نماز صحیح است؟ ببینید افتراش و تورک سنته، هر کدومش انجام بدی صحیحه، نماز باطل نیست. ولی سنت پیامبر این بوده است که در نمازهای 4 رکعتی در رکعت آخر در تشهد آخر به حالت تورک می نشستند. این نوع نشستن سنته، اگر هم ترک کردی هیچ اشکالی نداره. اگر در تشهد اول هم به جای افتراش تورک نشستی هیچ اشکالی نداره، نمازت صحیحه. این امور باعث نمیشه که نماز رو باطل کنه و از جمله امور سنت و مستحب است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز خیلی انسان خوبین، همه گله. خب استاد محترم میخواستم سوال از شما پرسم، آیا کرامات اولیا حقیقت دارد؟ هر چیزی که آنها دلشان خواست میشود؟ این درست است یا که خیر؟ دوم این که اولیا گفته کی را میگویم؟ یک شخص عادی هم میتواند که اولیا باشد. مثلا امثال ما و شما یا کسانی که در روی زمین امروز که هر چقدر مردم مسلمان زندگی میکنن و میتونه هر یک انسان اولیا شود. اولیا خود در نزد پروردگار چی داره؟ سوال این بیننده عزیز، سوالشون این هست، میگه آیا اولیاء هم میتونن؟ ببینید اگه کسی ولی نباشه، ولی خدا و رسول خدا نباشه، مسلمان نیست. در نتیجه همه مسلمانان اولیای خدا هستند. خداوند در قرآن کریم میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اولیا چه کسانی هستند؟ اولیا کسانی هستند که میفرماید که همانا که اولیای خدا، الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نه خوفی بر اونها هست نه اندوهی برشون هست. بعد میفرماید الذین آمنوا، کسانی هستند که ایمان آورده اند، و کانوا یتقون، و تقوا پیشه کرده اند. ایمان آورده اند رو که میدونید، اما تقوا پیشه کردن رو، تقوا هم درجات داره. همه انسان ها در یک درجه از تقوا نیستند، همونطوری که در یک درجه از ایمان هم نیستند. ایمان زیاد میشه کم میشه، درجه ایمان انسان کم و زیاد میشه، همونطوری که درجه تقواش کم و زیاد میشه. و انسان متقی اون کسی نیست که اصلا گناه نمیکنه، بلکه گناه هم ازش سر میزنه به نص قرآن کریم. خداوند در قرآن کریم میفرماید که متقین چه کسانی هستند؟ میفرماید وسارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. بعد میفرماید که بهشت آماده شده است برای، میفرماید بشتابید به سوی بهشتی که آماده شده است برای متقین. متقین کیا هستند؟ فرمود که الذين ينفقون في السراء والضراء
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. میفرماید این کسان هستند که چه پنهان و چه آشکار انفاق میکنند، صدقه میدهند، در سر خوشی و ناخوشی، وقتی که خود را یعنی دارای نعمتن صدقه خودشون در تنگ دستی هستن باز هم در ضرری باز هم صدقه میدهند به اندازه. کسانی هستند که کظم غیظ میکنند، عصبانی خود رو فرو میخورند، خشمگین بودنشون رو کنترل میکنن و مردم رو از مردم در میگذارن، مردم رو گذشت میکنن، عفو میکنن. اگه کسی بدی در حقشون کرد اونا رو عفو میکنن. بعد در آیه بعدی میفرماید والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله. میگه صفت بعدشون اینه، یعنی این متقین که صفات خوب رو براشون ذکر کرد که به درجه احسان رسیدند، والله یحب المحسنین فرمود این درجه احسان بود در میان متقین. مرحله بعدش این هست که میفرماید اذا فعلوا فاحشه، اگه مرتکب گناه بزرگی شدن، گناه آشکار. کلمه فاحشه در عربی به معنی گناه بزرگ، گناه آشکاره، گناهی که در گناه بودن شکی نیست. او ظلموا انفسهم، یا به خودشون ظلم و ستم کردند، ذکر الله، به یاد خدا میفتن، یعنی گناهانی کردن که در حق خودشون ظلمه، به یاد خدا میفتن و طلب مغفرت میکنن و معتقدند که هیچ کسی غیر خدا گناهان رو نمیبخشه و اصرار نمیکنن بر گناه، یعنی پافشاری نمیکنن، ادامه بدن. گناه کردن توبه میکنن دیگه بر نمیگردن به اون گناه. این از اوصاف متقینه. در نتیجه هر کسی که این اوصاف رو داشته باشه از اولیای خدا هست، ایمان و تقوا داشته باشه ولی از اولیای خداست. ولی خب این ولایت انسان نسبت به خداوند درجاتش نسبت به انسان ها متفاوته. یک انسانی هست که خیلی این ولی بودنش و اینکه خدا رو دوست داره، پیامبر رو دوست داره، دین خدا رو دوست داره، در این راه عمرش رو صرف میکنه، اعمال نیک فراوان انجام میده و هم از جهت اعمال قلب دلش پر از نور ایمان و تقوا و اخلاص هست، هم از جهت اعمالش هم اعمالش درسته. اینا اولیای خدا هستن. اما اگه کسی ادعا کنه، هر کسی رو دیدید که ادعای غیب کرد، این بدونید که طاغوته، این ولی نیست. هر کسی ادعا کرد گفت غیب میدانم، بدانید که طاغوته. و هر کسی که گفت که من اعمال عجیب و خارق العاده انجام میدم و برای خودش ادعاهایی کرد یا دیگران رو واداشت که براش این ادعاهای غیر طبیعی بکنند، اصلا قبول نکنید. این نه ولی خداست، بلکه کسی است که داره مردم رو برای خودش میخواد، برای اینکه خدمتش بکنن و داره سوء استفاده میکنه از این نام، از این اسم. اولیای خدا هم اگر کرامات که حق برای همه پیش میاد، برای خود شما هم پیش میاد. اینکه خداوند نعمتهای فراوانی بهت داده، اکرامت کرده. این کراماتی که برای انسان ها پیش، برای همه انسان ها در لحظاتی حوادثی رخ میده و اتفاقاتی میفته که به هیچ قرائت دنیوی قابل فهم نیست، مگر اینکه فقط خداوند خواسته تو رو کمکت کنه. اما اینکه بگی طرف هر چی خودش خواست انجام میشه، نه خیر، به خودش نیست. اولیای خدا، ببینید پیامبرانم اگه میخواستن معجزه‌ای بشه، یعنی اگر معجزه رو میخواستن، اگه خداوند اجازه نمیداد نمیشد. معجزه فقط به خواست خداوند بوده. چه برسه به این که بعد از پیامبران کسی بخواد ادعا کنه هر کاری دلش بخواد انجام میده. نه خیر، چنین نیست. اولیا کراماتی براشون پیش اومده، اونم به خاطر تایید دین خداوند. به هیچ وجهی به یک انسان کرامت نمیدهد که مردم اون انسان رو تبدیل کنند به بت یا تقدسش کنند.
بلکه کرامات رو برای تایید دینش میده و برای اصلاح جامعه. همونطوری که معجزه هم همینطور بوده. خداوند به پیامبران معجزه میداد به خاطر تایید دین، نه به خاطر فقط اینکه بخواد مقام پیامبر رو بالا ببره، برای تثبیت مقام نبوت و برای تایید دین بوده. کرامات هم همچنین هست. اگه کسایی دارن این ادعاها رو میکنن برای اینکه بخوان شخصی رو تبدیل کنن به بت و اون رو اینقدر بالا ببرن، بدونید اون را باطله. و بیشتر کسانی که این ادعا رو میکنن متوسل به خواب میشن، فلانی رو در خواب دید و این اتفاق افتاد، و دارن دروغ هایی میسازن برای اینکه برای یه شخصی کرامات درست کنن. اینا خلاف شرع هست، ولذا ولی خدا همیشه اگر هم براش کرامتی پیش بیاد اون رو پنهان میکنه و همیشه سعی میکنه که از این که مورد فتنه قرار بگیره دوری کنه. بله بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. شبکه نوره؟ بله شبکه نوره. بله. ببخش ما از بلوچستان ایران تماس میگیرم و محتاج. الو. بله صداتون رو دارم. بفرمایید. الو. بفرمایید صداتون هست. محتاج دعایش ما برادران هستیم که انشالله دعا کنید که خداوند عالم ما را از این غارتگران، از این ستمگران و دیکتاتورها زمان نجات بده انشالله. صحبتی دارید بفرمایید. بفرمایید صداتون هست. بفرمایید. میگم که این بنده خدا که به عنوان رهبر خودش معرفی کرده مذهبی، خب نمیدونه که با این هم تجهیزات و این اسلحه‌ای که داره مال بیت المال است، مال خود ما مردم پول خریداری شده. بله چرا به خود ما مردم، چرا اینو به خود ما مردم شریک میکنیم؟ بله. این باید کسای خارجی وقتی میاد به ازاش شرق ما تجاوز میکنه اونجا باید استفاده بشه. بله. با کسانی که بفرمایید. صداشون قطع شد. دردی که وجود داره این هست که مردم عزیز بلوچستان به خاطر دیانتشون، به خاطر قومیتشون، اون جنایتی که در روز جمعه اتفاق افتاد، نمازگزارانی که از مسجد اومدن بیرون با برنامه از پیش تعیین شده و آمادگی کامل زدند و نمازگزاران رو مورد هجوم و مورد یعنی تیر در واقع از بالا و از پایین و از هر جهت مورد هجوم قرار دادن. هلیکوپترها در بالای سرشون و تک تیراندازها هم در جاهای مخصوصی که در واقع در کمین اونها بودند و مردم رو به اونجا کشوندن که این گروه مورد هجوم قرار بگیرد. بله بفرمایید. بفرمایید. ممنونم. بفرمایید. بفرمایید. ممنونم لطف میکنید. بفرمایید صحبتتون رو بفرمایید. فقط فرصت پیدا نکرد. در مورد کل مردم ایران و مخصوصا مردم بلوچستان که تعداد بسیار زیادی، علی آمارهای مختلفی اومده، حداقل آماری که اومده حدود 70-80 نفر کشته شدن از جوانان مردم و غیر از اونایی که زندانی شدند، غیر از اونایی که اذیت شدند و زخمی شدند، مجموعاً بیش از 200 نفر مجروح و کشته داده، در حالی که هیچ جرمی مرتکب نشدند. خیلی امر بسیار عجیبیه. این سبوعیت و وحشیگری که در این نظام دیده می شود در هیچ جای دنیا چنین چیزی نبوده است و دیکتاتور همین هست. دیکتاتور همینه. ایشون و تمام کسانی که الان بر مسند قدرت نشستن جیره‌خوار مردم هستند و مواجب بگیرن، حقوق بگیرن. از حقوق این ملت بهشون داده میشه که خدمت کنن به ملت، ولی اونها حقوق ملت رو میخورن. غیر از حقوق، اموال رو هم نهب و چپاول کرده اند و به جان ملت افتاده اند که به خاطر یک اعتراض میزنن جان مردم رو
میگیرن. کجای دین اومده این؟ کجای انسانیت اومده که اگر کسی اعتراض کرد بر تو اون رو بکشی بگی حق نداره اعتراض کنه، در حالی که تو تعیین شدی، انتخاب شدی. حالا اگر بگیم انتخاب شدی که حقوقی بهت بدن، خدمت کنی. خدمت کردن تو اینه که جان مردم رو بگیری، اموالشون رو به تاراج ببرید، خرج هزینه حزب الله و حوثی ها و نظام بشار اسد و حشد شعبی عراق بکنید که جان مردم رو بگیرن و به جون مردم بیفتن و مردم رو بکشن. این حکومت مشروعیت نداره، این رهبریت مشروعیت نداره که این گونه با ریختن اولین قطره خون ناحقی که از این مردم ریخته شده است مشروعیت خودش رو از دست داده. نه از نظر شرعی مشروعیت داره و نه از نظر قانونی. ولی قانون کجا بود؟ خداوند این بیننده از ما خواست و از شما خواست که برای مردم بلوچستان دعا کنید. دعا کنید که جانشون، مالشون، آبروشون، حیثیتشون محفوظ باشد و دست این ستمگران از همه ملت ایران و از ملت بلوچستان هم کوتاه شود. سلام علیکم استاد ربی، خسته نباشید. ببخشید من سال شهری داشتم. ما حالا یه جای شب دعوت نماز خوفتن اینجا حالا مثلا خوندم تو خونه سر وقت رفته اونا نماز خوفتن مثلا نخونده بودن ساعت 10 اونا شروع کردن نماز جماعت. آیا منم باید باشم نماز جماعت بخونم یا نه؟ اما کافیه ما تو خونه خوندم سر وقت. اگر در این مورد یه روزی به ما بدیم. مثلا من یه جای رفتم تو خونه نماز خوفتن خودم خوندم، رفتم یه جای دعوت اونا مثلا نخونده بودم، اونا شروع کردن نماز جماعت. آیا منم باش واسم یا همون نماز خونم کافیه که ما خوند؟ اما نمازی رو که توی خونه خوندید فرض رو به جا آوردید، شما نماز فرض رو خوندید، ولی وقتی که رفتید جایی اگه دارن جماعت میخونن باشون بخونید. همین که جلوی سوال کردن مردم رو بگیرید که هر بار برند شما چرا نماز نخوندی و کسی هم فکر نمیکنه دیگه که شما نماز نمیخونید مثلا. این از این جهت تهمت رو از خودتون دور میکنید. از جهت دیگه اون نماز جماعتی که با اونا میخونی میشه سنت برای شما، اجر و ثواب نماز سنت رو داره براتون. مخصوصا اینکه اگه در مسجد باشه، اگه وارد مسجد شدید و نمازم خونده بودید باز هم برید به جماعت ملحق بشید و نمازتون رو بخونید. ولی اگه در خونه بود، حالا جمعی که هستید خونه هست اونم میتونید نخونید، ولی اگه بخونید ثواب نماز سنت براتون داره. شما نماز فرضتون با خوندن اون نمازی که تو خونه خوندید ادا شده و به جا اومده. بیننده عزیز گفتن سلام علیکم استاد، ببخشید آیا کسی که روحانی قرآن کریم را بلد باشد میتواند تفسیر کابری استفاده نماید و از آن مفهوم گرفته میتواند؟ تفسیر کابری تفسیر خوبیه. به هر حال من این رو به صورت مجمل عرض میکنم، جزئیات بقیهش چه بسا احادیث ضعیفی هم درش باشه، ولی مجملا روی هم رفته کتاب تفسیر خوبیه، میتونید ازش استفاده کنید و هم معانی قرآن رو یاد میگیرید، ولی سعی کنید تلاوت قرآنتون رو، ورد روزانه قرآنتون رو که دارید بخونید همیشه. مثلا اگه قرار هر روز یک جزء بخونید، اون یک جزء رو بخونید، بعد بشینید برای تدبر کردن و خوندن معانی و معانی رو هم بخونید و تلاوت روزانه‌تون رو هم که به عنوان یک ورد روزانه شما هست رو ترک نکنید. بله. سلام علیکم، من در شهر روسیه قرار دارم. الحمدلله. میفهمم که به شرکتی کافر سرمایه گذاری کنم و از آنجا سود به دست آورم.
و آن سود را با قانون همین دولت که به کمیته مالیه پول میسپارند هر ماه، آیا آن سود را به همین کمیته مالیه که این هم کفر است، یعنی دولتی کفری هست، آیا سود را به این کمیته مالیه سپردن جایز است یا خیر؟ در اینجا من گناهکارم. اما سوال این بیننده عزیز، ببینید شما در هر جا که هستید، فرض کنید حتی اگه در کشور خودت هم باشید و برید با یک غیر مسلمان شریک بشید، یه شرکتی در اونجا سرمایه گذاری کنید، این سرمایه گذاریتون حلاله. اگه شریکتون هم مسلمان نباشه، اگه صاحب کارخانه یا اون شرکت مسلمان هم نباشه، به شرطی که فعالیت اون شرکت حلال باشه، یعنی کاری که داره میکنه کار حلالیه. مثال عرض میکنم، فرض کنید شما در یک شرکتی که فرض کنید شرکت پیمانکاری و ساختمانسازی هست، میرید در اونجا سرمایه گذاری میکنید، صاحب اون شرکت هم مسلمان نیست، در کشوریم که هستی اصلا مسلمان هم نباشن، بله جایز است، هیچ ایرادش. حتی اگر در کشور اسلامی هم باشه ولی اون شرکت مسلمان نباشن، باز هم جایزه و هیچ ایراد و اشکالی درش نیست. معامله کردن با دیگران، شراکت کردن با دیگران طبق شروطی که میذارید، هر شرطی گذاشتید باید هر دوتون بهش پایبند باشید و شرطی که میذارید باید موافق شرع باشه، فعالیت اون شرکت هم موافق شرع باشه، یعنی کاری که انجام میده حلال باشه، مثلا کار حرام نباشه، مثلا تولید مشروب الکلی نکنه یا توزیع و تجارت اون رو نکنه یا تولید مخدرات نکنه یا تولید دخانیات نکنه، خرید و فروش تجارت دخانیات نباشه، چیزایی که حرامن اینا درش نباشه، فعالیتش حلال باشه. مهم این نیست که صاحب اون شرکت مسلمانی یا کافره، مگه اینکه کافر حربی باشه، یعنی در حال جنگ باشن با مسلمانان و اون کاری که با تو میکنه سودش بره و تبدیل بشه به اسلحه و جنگ و مسلمانان رو بهش بکشند، اون وقت که جایز نیست با شریک بشی. ولی در صورت عادی بله جایزه، میتونید شرکت کنید. و اما میگه ما پول رو بعداً میدیم به کمیته مالیه. من نمیدونم کمیته مالیه چیه، منظور شما بانکه، یعنی در بانک میذارید پولتون رو، یا مقصود شما مالیاته، مالیات باید بدید. طبق در هر کشوری که هستید شما مثل بقیه شهروندان دیگه باید قوانین و ضوابطی رو که هست رعایت کنید. مالیات میدید، اون مالیات اساساً این گونه هست که مالیات باید دوباره صرف خدمات بشه به مردم. به شما خدماتی رو میدن، اون خدمات هزینهش از مالیات تامین. مثلا در کشورهای غربی این گونه هست. حالا در کشورهای مثل ایران و افغانستان و بقیه جاهای دیگه مالیاتی که از مردم میگیرن صرف خدمت به مردم نمی شود و اگر هم بشود بسیار اندک، دزدی اینقدر زیاد است هیچی به مردم نمیرسه. ولی در کل این رو عرض میکنم، شراکت با اون شرکت یا سرمایه گذاری در اون شرکتی که میگی کافر صاحبش جایزه، اگر فعالیتش شرعی باشه، حلال باشه و پول گذاشتن هم در بانک ناچاری باید جای دیگه‌ای وجود نداره بذاری، باید بذاری، یا منظورت از کمیته مالیه اینه که مالیات بدی، بازم جایز مالیات بدی و همه اون اموری که گفتید جایزه. والله اعلم، مگه اینکه صحبت شما رو من نتونسته باشم بفهمم. سلام، واسط میگن قرآن خواندن بینایی چشم زیاد میکنه که اگه حدیثی در این مورد هست اگه بفرستی ممنون میشم. من حدیثی رو در این باره ندیدم که خواندن قرآن بینایی چشم رو زیاد کنه، ولی خداوند اگر بخواد چنین چیزی ممکنه و قدرت خداوند فوق همه مسائل دیگری است. والله علی کل شیء قدیر و برکت قرآن هم بسیار فراوان هست حتما. و اما قطعا خوندن قرآن، تدبر در قرآن کریم آثار بسیار بسیار زیادی بر زندگی شما خواهد داشت، بر آرامش روحی و روانیتون، بر پیدا کردن راه حقیقت، بر اینکه شما را از گمراه شدن حفظ کنه و غیر از اینکه اجر و ثواب قیامتش بسیار فراوان هست. آثار دیگری هم دارد، اون که فکرتون همیشه روشن خواهد بود و
قدرت حافظه شما را هم زیاد خواهد کرد. این را از تجارب کسانی میگم که انجام داده اند و نتایج بسیار بسیار خوبی گرفتند. ولی اینکه بگیر آیات احادیثی در این باب اومده باشد که اگر قرآن بخونید بیناییتون زیاد میشه، من چنین حدیثی رو ندیدم. بله، این صدای بیننده عزیز. من قبلا هم تذکر دادم به بینندهایی که صدا میفرستن لطفاً با صدای بلند صحبت کنید که صدای شما را هم من بشنوم، هم بیننده عزیز هم متوجه بشن که سوال شما چی است. بیننده عزیزی گفت پیام های زیادی رو فرستادن. یه پیام رو فرستاده، من میخونم براتون، پیام خوبیه. گفته کشته شدن مهسا امینی دختر ایران پیوند جدیدی بین مردم ایجاد کرده است. حالا تازه چاشنی مردم عمل کرده است و مردم دارند میآموزند چگونه دفاع مشروع داشته باشند. آخوندها پیش خودشون فکر کردند که می توانند آشورایی رو برای مردم ایران درست کنند، اما ملت هوشیار است و آماده دفاع. میگه ملت ایران با قیام خود نشان دادند که پشت هم هستند و شیعه و سنی برادر هم هستند. آهنگساز جوان ما با آهنگ برایه که جواب محکمی با آهنگ سلام فرمانده داد و بسیار کلمات بسیار بسیار جالبی بود و بسیار هم مؤثر بود و خیلی از بیننده اون رو دیدن. میگه قیام مردم ایران کلید خورد برای کشته شدگان هواپیمای اوکراینی، برای کودکان زباله‌گرد، برای اهل سنت مظلوم، برای زندانیان آزادی اوین، برای زنانی که اسید روی آنها پاشیدند، برای دختران مظلوم سیستان و بلوچستان، برای کشته شدگان مظلوم اهل سنت زاهدان، برای ایرانیان که مهاجرت اجباری کردند، برای فریب خوردگان شیعه. این دوستمون نوشته، پیام ایشون هست. میگه باید گفت اگر اپوزیسیون خارج از کشور، تظاهر کنندگان داخل یا خارج از کشور در شعارها و در پلاکارت هایشان نامی از کردستان، اهواز، سیستان و بلوچستان نیاورند و رسانه های خارجی یادی از مظلومیت اینها نکنند، چه فکری باید کرد؟ باید حق داد که گروهی از این مردم به فکر استقلال منطقی خودشون باشند. مردم باید همه پشت هم باشند و گروه دیگر را نادیده نگیرد. پیام خوبیه، شما هم شنیدید بینندگان عزیز. و اما بیننده عزیزی سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب استاد محترم از اندربسکاران تلویزیون زیبایتان. واقعا خوشحال هستم از برنامه‌ای که شما ارائه میکنید تمام اهل تسنن. استاد محترم، من از افغانستان پیام گذاشتم خدمتتان. میخواستم بگم که فرق بین مذهب حنفی و سلفی در چی؟ که در اینجا در افغانستان به ندرت کسایی که در حنفی هستن با ما رفتار خوبی ندارن، تا این در سطح.
برادر عزیزی که داری تماس میگیری، ببینید این شماره دیگه ای که با 2044 نوشته شده است 2044 با این تماس بگیر. شما که میخواید با واتساپ تماس بگیری با اون یکی شماره تماس بگیر. اگر میشه شما معلومات بدین که ایشون سوالش ظاهرا هیچ چاره‌ای جز منع کردن این ببینید عرض کردم که با واتساپ تماس بگیرید چاره‌ای نیست که نمیتونیم جوابتون رو بدیم و وقتتون به هدر میره عزیزان. و سعی کنید که تماس نگیرید با واتساپ. بله بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. بفرمایید صداتون رو دارم. متاسفانه صداشون قطع شد. اما پیام این بیننده عزیزی که برای ما پیام دادند که فرق بین مذهب میگه مذهب حنفی و سلفی چه فرقی با هم دیگه دارند و سوال ایشون در این باب هست. من این سوال رو جواب بدم. ببینید عزیزان من، سلفی امام ابو حنیفه از سلف هست و شاگرداشان هم سلفن. هر چهار مذهب اهل سنت همشون سلفن. وقتی گفته میشه سلف یعنی همونا. سلف وقتی گفته میشه یعنی صحابه و تابعین و تابعی و خود این بزرگواران همه خودشون سلف بودند. سلفیت وقتی که داره میگه، حالا من نمیدونم، گروه های مختلفی وجود دارن که ادعای سلفیت دارن و بعضی ها هستن تندروان، بعضی ها هستن خیلی با تندی دارن تعامل میکنند، ولی در اصل محتوای فکر سلفی اولا سلفیت مذهب نیست به معنی مذهب فقهی، بلکه یک منهجه، یک برنامه است. به شما میگه فهمتون فهم سلف صالح باشه، یعنی فهم صحابه چگونه فهمیدن قرآن و سنت رو، تابعین چگونه فهمیدن، تابعین چگونه فهمیدن، شما اینطوری بفهمید. سلفیت اگر حالا سلفیتی که معتدلن هستن، کسایی که مدعیان سلفیان ولی خب تندرو هستن، امام ابو حنیفه خودش سلفه، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، همشون سلفه. و اما مذهب به معنی مذهب فقهی نیستند. خیلی از سلفی ها هستند تابع مذهب امام احمد بن حنبل هستند و خیلی هم هستند که از نظر فقهی از بقیه فقها میگیرن، از مجموع هر چهار مذهب میگیرن. هر رأی رو که قوی تر باشه، طبق دلیل باشه، طبق قرآن و سنت باشه، اون رو میگیرن. حالا یک رأی رو امکان داره امام اعظم ابو حنیفه گفته باشد، یک رأی رو امام شافعی گفته باشد. در یک رأی میگن رأی امام ابو حنیفه قویه، اونم به خاطر دلیلش، به خاطر استدلالی که آورده. در موضوع دیگری امکان داره بگن که رأی امام شافعی قوی هست و استدلالش قوی تره، و در رأی موضوع دیگری رأی امام مالک رو ترجیح بدن یا امام احمد رو ترجیح بدن. لذا اصلا نمیشه که در یک قالب این دوتا رو با هم مقایسه کرد، چون این یک منهجه اما این یک مذهبه. مذهب امام ابو حنیفه مذهب فقهیه، منهج سلفیت یک برنامه و راه و روش هم در بعد اعتقادی هم در بعد فقهی و بیشتر معتمد منهج سلفیت قرآن و سنت بر اساس فهم سلف صالح است که خود این چهار بزرگوار از ائمه اهل سنت جزو سلف به حساب میان.
به من میگن کاملا وقت به پایان رسیده است. تا فرصتی دیگر، وقتی دیگر، همه شما عزیزان و خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اهمیت نماز و یادآوری زمان آن همواره از اهداف شبکه جهانی نور بوده است. اگرچه برای اهل سنت ایران این امر به سادگی میسر نیست، اما اصرار بر برپای نماز جماعت قطعاً اهل سنت این مرز و بوم را پایدارتر خواهد نمود. اگر شما همکنون در استان بوشهر و در شهر گناوه هستید، می توانید برای ادای نماز به مسجد ام المؤمنین زینب در محله سرخور این شهر بروید. این مسجد که قدمت بیش از 150 سال دارد، اولین مسجدی است که با ورود اهل سنت عرب زبان در بندر گناوه بنا شده و در طول عمر خود 4 بار بازسازی گردیده که آخرین مرحله از بازسازی آن در سال 1370 هجری شمسی اتفاق افتاده. در این بازسازی بنای قدیمی مسجد کاملا تخریب شده و از نو بنا شده است. بنا به باورهای غلط قدیم که مخالف با فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در نهی قرار دادن قبور در مساجد است، پیکر ناخدا محمود لهدانی اولین خادم این مسجد در داخل مسجد دفن شده که تا قبل از بازسازی به نام همین خانواده یعنی لهدانی ها شناخته می شده و پس از آخرین مرحله بازسازی بوده که نام ام المؤمنین زینب رضی الله عنها بر آن نهاده شد. مسجد قدیم تا قبل از آخرین مرحله بازسازی دارای یک مناره نیز بوده که به دلیل ضعیف بودن بنای آن و جلوگیری از رخ دادن حادثه کاملا تخریب شد تا مناره جدیدی بنا شود. اما نظام متعصب صفوی اجازه ساخت مجدد را هرگز نداد، به همین علت در حال حاضر مسجد بدون مناره است. ضمن اینکه اجازه گسترش بنا نیز داده نشده و در حال حاضر به دلیل گنجایش کم مسجد بیشتر به عنوان دارالقرآن از آن استفاده می شود. اما هرگز این کارشکنی ها، محدودیت های حکومتی اندک تأثیری بر ایمان و دینداری اهل سنت این منطقه نداشته است. به یاری خدا و همت شما بینندگان نمازگزار با صبر و مقاومت همچنان ندای توحید را در جای جای ایران تنین انداز می نمایید. نمازتان قبول درگاه حق باد. وادعوه مخلصين له الدين لا 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 نور قرآن بر انسان راهنمایی می کند، آیه هایش بزم دل را جان فزایی می کند. عالم هستی تمام از نور قرآن روشن است، دشت خشک جهل و ظلمت از صفایش گلشن است. محبت قرآن دل پاک رسول مصطفی، آیه های او سراسر نازل از عرش خدا. سوره هایش وصف توحید خداوند کریم، او بشیر است و نذیر از جانب رب رحیم. هر
دلی خواهد صفا حاصل کند از نور حق، او بگرداند سراسر سوره هایش را سبق. ای مسلمان مهر قرآن شافع فردای تو، آیه هایش می تراود بر دل زیبای تو. نور قرآن بر انسان راهنمایی می کند، آیه هایش بزم دل را جان فزایی می کند. عالم هستی تمام است نور قرآن روشن است، دشت خشک جهل و ظلمت از صفایش گلشن است. لا 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 عامل قرآن به دنیا نور دل پیدا کند، حافظ قرآن به جنات خدا مأوا کند. از وجود پاک قرآن شد هدایت آشکار، چون بخوانی رحمت حق را درونش بی شمار. منبع دین و سعادت بیگمان قرآن ماست، آن که راه روشنی را شد عیان قرآن ماست. بار الها تابع قرآن بگردان جان ما، تازه گردان پر تراود از برش ایمان ما. نور قرآن بر انسان راهنمایی می کند، آیه هایش بزم دل را جان فزایی می حيدر مولاه افرما خدا علي 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 كان تبارا بودا بودا افرما علي علي امام رضا کرام دادی تو حرمه علي علي علي. مردم چیکارن اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود؟ طاغوتند. صیغه یا متعه یکی از قانون‌های طلایی دین اسلام برای مدیریت غریزه جنسی. تا خمس به ندی معلوم نشه تو دین داری، دین شما سر پول دادن معلوم نشه. یه جا که روزه هست بریم بشین گریه کن. اصلا خود این یه عبادت مهمیه روزه رفتن. کسی که گریه کنه بهشت برش واجب. شاید این جمعه بیاید. جلوی شناسنامه دار شدن سنیانم بگیرید اگه مرد. تا زندم میگم هر چی سنی حرومزادن طبق فقه شیعه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عزیزان بیننده، در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از سری ویژه برنامه‌های خانه عنکبوت. امروز میخوام یکی از این خانه‌های عنکبوت رو نقدش کنیم. قصد نابودیش رو نداریم. معمولاً با عقاید خودشون برای آنانی که قومی که تفکر میکنند دلایلی میاریم که عقاید این مراجع باطل هست، اما این بار میخوایم چشمتون رو باز کنیم نسبت به یک واقعه حال حاضر در کشور عزیزمون ایران. فکر میکنم میدونید که در زمینه سدسازی، در زمینه تحویل دادن خلیج فارس به چینی ها، در زمینه خشک شدن دریاچه ارومیه، جنگل خاری، زمین خاری، ارتباط ایران با کشورهای اطراف حوزه حوزه خزر و تقسیم اون، در زمینه‌های نظامی، در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌های اجتماعی، در زمینه‌های فرهنگی، در زمینه‌های اقتصادی، یک افرادی دخالت میکنن به اسم مراجع
مراجع تقلید خمس بگیر ثروتمند که اکثر اونها در قم هستند، عده‌ای هم در اصفهان و شهرهای دیگه تهران. یه سوال، کی میتونه به این سوال پاسخ بده؟ چرا مراجع خمس بگیر شیعه در مورد کشتار مردم توسط یکی از اون مراجع به نام علی خامنه ای سکوت اختیار کردند؟ آیا قضیه یوز پلنگ ها که در موردش اینها نظر